خب نگفتی بابا مامان کجا رفت؟ خونه همسایه. مرغ و خروس تو خونه است؟ نه آقا جون، از تو کوچه میاد. حاج آقا آقازاده صفا بودن، به حرمت خودتون قطعش کرد. سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم. والده یه پیغامی داشتن برای خاله جون، من گفتم بیام خدمت شما عرض بشم. حرف نباش، بنده برای شما قدغن نکرده بودم که 2-3 کیلومتری منزل پیدات نشه. گفته بودم یا نگفته بودم؟ حرف نباشه. گفته بودم یا نگفته بودم؟ گفته بودم اگر کمدینی برای خودت باش. من به کارهای کمدی طنز نمیخندم، به کارهای تو نمیخندم آقا جان. گفته بودم یا نگفته بودم؟ حرف نزن، فکتتو بیارم پایین پدر سوخته. بنده گفته بودم که من از جلف و جگولک بازی و از این حرفا خوشم نمیاد. گفته بودم آقا یا نگفته بودم؟ بله حاج آقا. حرف نزن حاج آقا، حرف نزن حاج آقا. آخه جلوی شما نمیشه که نامزد بازی کرد. کنم یک بار جان قربانت ایدو. اینا چی آخه گوش میدی؟ غم عالم میاد تو دل آدم. دیکت جدید. بلد بشم دوباره این قلب متازه کاره. خارجه که بوس کن منو، خودتو ملوس کن نرو. بیا کنارم بشین زدن بکش زشته. واقعا میخوام بکشم، خوبش گیرم نمید. خودتو سیری تو یه جا پرت میکنم از ماشین بیرون ها. خجالت نمید. این مزخرفات چیه گوش میدی؟ تو پیشی منیم میاو. دست دیگه اشاره نکنه بیاو. خوبه دیگه. بانو خوشش میاد، ببر حالیشه ببره. مامان داره حسابی مصرف اینکش میره بالا. چقدر شد؟ بانو صاحب مغازه است، صاحب این بیله. تو چی میخوای قیمت بداری؟ نمیخوام، میرم از جای دیگه میخرم. مگه دست خودته؟ تو فکر کردی اینا که بانو واسه چی هی میشکنه؟ مشتی از سن و سالت خجالت بکش. هی من هیچی نمیگم. به بابات بهترامی میکنی؟ این یه سریه بین من و مامانه. تو رو سنه نه. کامبیز یه بار دیگه اسم مامان منو بیاری کنار قاطی میکنم، میذارم مغازت کنفیکون میکنم. به من میگه کامبیز؟ من خودم یه عمری قاطیم. ای بی تربیت همه. بکن زشت جلو مردم. خجالت بکش. یک بارگونی چنده بریم. این نبر منی مشخله. یه بچه مطرب بیاد در مغازه مرد که دنی تربیت بگه و بره. ببین شازده، دیگه داری از رفاقت با ما سوء استفاده میکنی ها. چی میگی تا؟ گفتم وارد قلمرو ما میشی سکوت اختیار کن، وگرنه میدم قپونی 24 ساعت بندازن اتاق تاریک ها. نمیگه قلمرو من انگار من که پدر سوخته شه. کاری بکن. چرا واسدی؟ مأموری پلیسی؟ مأمور واسه چی؟ این نبا پدر واسه جفتی دیوانه. اینجا چه خبره؟ چی شده؟ سلام آقا جون. سلام آقا جون. سلام بابا. مخلص آقا. آقا جون خلاف کرده، باید سفت بازداشت بشه. شرط پرت میگی خلاف کدومه؟ آقا جون چی کار کرده؟ به من و مادرش بی احترامی کرده. آقا جون دیکتای مستعجل که گوش میده، صدای ضبطش هم تا پوست زیاد میکنه، لباساش هم که جلف و زننده است، پشت فرمونم با موبایل صحبت میکنه، از همه هم بدتر دهنش بو پا میده. سلام علیکم. مگه MMS رو ننداختی؟ نه؟ چه میخواب گره چیکاگو؟ روشن کن بلوتوث تو. بله. بانو؟ شما؟ لا اله الا الله. امیره. ای خدا اونجا چی کار میکنه؟ چقدر بهت گفتم حیف اون مادر با این پسر. مگه میتونی؟ آقا جان خودتون برام بلوتوث کردید اینا. این خودتون بودین؟ نه آقا جان، نه آقا، این ویروسه. خجالت نمیکشی با این سن سال بلوتوث بازی میکنی؟ سرک تو زندگی مردم میکشی؟ مگه خودت ناموس نداری؟ من بهتر از تو ناموس میکشم. خودم مراقبشم. تو
میگم هستی بابا به خوابم یه همچین روزی رو نمیدی. امیر فراموش کن دیگه. چاکرتیم. نوشابه خانم رابطتون با دوغ چطوره؟ فقط نوشابه. بذار یه ذره واسه ریز بیام. حقته تا تو باشی نگه دست من فرار نکنی. بازم دست دادش تعمیر درد نکنه با وجود این همه بدی که بهش کردی بهت خوبی کرد. بیا خانومم گلم دنبالم. چطور بود تو چیه سخنگو؟ دست شما درد نکنه. منو نگاه کن. داریم میریم دست جمین ماه اصلا. حجنه باید بلند شه. 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 اصلی دخترمونه دیگه نه بخشیتون خانم خجالت بکشید. آقا بس دیگه. پس عشق نریز و بیا آره فردات میشه چون که بلایی تو بذار ببینم موقعی تایی با تو بده مرسی به آرامه با تو وجود من رفت تو فردات میشه تو روزای فرد و زور تو منو دوست داری آره این قلب من تازه کاره بای بای میره من کوش بای بای میرم از روش کار میدا کجایی پس؟